سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، وقتتون بخیر باشه. ویدیو پنجم از گزارش ماهانه که میرسیدم خدمتتون، قسمت جدیدش رو ببینیم چه خبر شده توی یک ماه گذشته و چه احتمالاتی داریم برای یک ماه آینده و یه سورپرایز ویژه هم توی این قسمت برای کسایی که همراه هستن با همون و ویدیو هامون رو نگاه میکنن در نظر گرفتیم. من مسعودم، اینجا آکادمی رامزایی. خب توی این ویدیو قراره چیکار کنیم با هم دیگه؟ راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم؟ طبق معمول قطعا ارزها، جفت ارزها و کامودیتی ها، نفت و طلا رو مورد بررسی قرار میدیم. راجع به بازار سهام صحبت میکنیم، راجع به شاخص ها صحبت میکنیم. یه تایمی هم اختصاص دادم به این که راجع به عرض کنم که کامنت ها و سوال هایی که پرسیدید از ویدیو قبلی راجع به اون هم با هم دیگه صحبت کنیم، یه سریاشو جواب بدیم. خب بیشترش لطف داشتن و دستشون رو میبوسم، ولی خب یه سریاشون سوال داشتن. به نظرم این سوالا رو جواب بدیم خیلی خیلی میتونه کمک بکنه و حتی دوستانی که از الان با ما همراه شدن هم موتیویت میکنه که بیان کامنت بذارن، سوال بپرسن، انتقاد کنن بیشتر و خب قطعا خیلی به مسیری که داریم ما میریم بیشتر کمک میکنه. این کار رو میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو داشته باشیم و این کار رو بکنیم. به نظرم ویدیو خوبی میشه. بریم با هم دیگه از بخش اول، برخلاف ویدیوهای قبلی که از نفت شروع میکردیم، این سری میخوایم با هم دیگه از ارزهای کالایی و ارزهای آسیایی شروع بکنیم. خب توی یک ماه گذشته میشه گفتش که اتفاقاتی که افتاد باعث شد آزی و نیوزلند به تضعیفشون ادامه بدن در کنار ین. بریم بررسی بکنیم ببینیم چه خبر شد. یک اتفاقی که میتونم بگم یکی از تاثیرگذارترین به هر حال درایورهایی بودش که باعث شدش که ارزهای آسیایی یعنی همون نیوزلند و آزی تضعیف بشن، میشه گفتش که ورشکستگی اورگرند بود. و جدا از اینها داده هایی که اومد، به هر حال استرالیا نرخ بهره خودش افزایش نداد این سری و از طرفی نرخ بیکاری نیوزلند هم خیلی بالا اومد. یعنی میشه گفتش که دو تا اتفاقی که در کنار هم میشه گفت به تضعیف بیشتر این دو تا ارز کمک کرد و الان میشه گفت آزی و نیوزلند توی کفهایی هستن در مقابل ارزهای دیگه که به هر حال هر لحظه امکان پیوتشون هست. به طور کلی وضعیت آزی به نسبت وضعیت عرض کنم که نیوزلند، یعنی وضعیت استرالیا به نسبت وضعیت نیوزلند بهتره و به هر حال چیزی که دارن میبینن برای بحث تورم و کنترل اون و اون هدف 2% تا 3% تورمشون طبق صحبت خودشون توی بلند مدت تا انتهای سال 2024 احتمال زیاد میرسن به اون هدفشون. به خاطر همین با حالا دیدن دیتاهای آینده و وضعیت اقتصادی که دارن میشه گفتش که آزی میتونه توی چند ماه آینده یک پیوتی داشته باشه و یک موج صعودی رو بده. ولی نکته ای که هست اینه که چین به شدت تاثیر داره و ما چیزی که داریم میبینیم از چین، داده هایی که داره میده، با اینکه تورمش یک مقدار توی یک ماه گذشته کاهش پیدا کرده، ولی باید در نظر بگیریم که چین در حال حاضر داره سیاست‌های تسهیلی انجام میده و خب این مسئله باید مورد نظر قرار بگیره. از طرفی خب به هر حال آزی رو میدونیم که طلا روش تاثیر داره خیلی زیاد و چون به هر حال بیشترین معادن طلا توی استرالیا هست و یه خبری، حالا تو قسمت طلا راجبش مفصل‌تر صحبت میکنم، ولی یه خبری اومد مبنی بر این که چین مجددا شروع کرده به ذخایر طلای خودش اضافه کردن و خب این طلا رو قطعا از استرالیا بیشتر تهیه میکنه و میبینیم توی چارتا که استرالیا به مراتب میتونه از نیوزلند توی چند ماه آینده بهتر باشه و قوی تر باشه، کما اینکه توی چند ماه گذشته نیوزلند عملکرد بهتری داشته. این خودش میتونه به هر حال یک درایور بسیار بسیار خوبی برای آزی باشه. حالا راجع به لولاش و به هر حال عرض کنم که محدوده هایی که میشه وارد شد قطعا پویا هستن و چون این ویدیو تا یک ماه قرار اعتبار داشته باشه من راجع به لول ها صحبت نمی کنم، ولی خب کانال رو دنبال بکنید و
به هر حال توی کانال به وقتش اطلاع رسانی میکنیم و در نظر بگیرید که من تو ویدیو قبلم گفتم که گزارش های هفتگی رو خواهش میکنم بخونید، چون آپدیت این ویدیوهای ماهانه همش تو اون گزارش ها اتفاق میفته و شاید اصلا همین حرفایی که من دارم میزنم یه جایی توی 1-2 هفته آینده نقض بشه و این نقض قطعا توی ویدیو بعدی شما وقتی بشنوید متوجه میشید که خب این آپدیتش داره توی گزارشات هفتگی که توی کانال توی سایت اکوتریل قرار میگیره باید حتما آپدیت بشید، بخونید و عملا با هم دیگه یک مسیری رو فالو بکنیم و پیش بریم. خب ین ژاپن توی 1 ماه گذشته باز هم پیوت نکرد و مقامات بیوجی خیلی خیلی جدی سر مواضع خودشون نسبت به تسهیل پولی و سیاست‌های تسهیلیشون موندن و استوارن، ولی یه سری تفاوت‌ها این سری من حس کردم به نسبت ماه‌های قبل و عرض کنم حتی پارسال که مداخله داشتن روی و تاثیر خیلی خیلی جدی گذاشتن توی نرخ‌های برابری و بازار فارکس، این سری خیلی محتاط‌تر دارن صحبت میکنن. این به چه معنیه؟ ببینید تو تمام صحبتاشون تغییر سیاست YCC یا همون منحنی بازدهشون رو خیلی خیلی تاکید دارن که این نباید قلمداد بشه که ژاپن میخواد از سیاست‌های تسهیلی خارج بشه و بخواد انقباض بکنه. خب و این مورد رو باید در نظر بگیرید، این حساسیت به نرخ ارزها و نوسانات تو بازار فارکس مثل اینکه این سری برای بیوجی خیلی مهمه. توی ویدیو قبلی هم من گفتم یه سری عبارت براتون خوندم که توی حرفا شنیدید میتونید به این دید برسید که احتمالاً انقباض نزدیکه، ولی چیزی که این سری براتون آوردم و میخوام بهتون بگم اینه که صحبتاشون جوری هستش که روی لول‌های خاص و حساس عملا نمیخوان مداخله رو انجام بدن و طبق صحبتی که هم سوزوکی هم اوئدا جفتشون، یعنی هم وزیر خزانه‌داری ژاپن و هم ریاست بانک مرکزی بیوجی دارن، این هستش که ما نرخ ارز رو مدام داریم مانیتور میکنیم، داریم نگاه میکنیم و جلوگیری میکنیم از اینکه بخواد نوسانات سنگین و شدیدی توی این جفت ارزها اتفاق بیفته، جفت ارزهایی که قطعا ین توشه، علل خصوص دلار ین. و عرض کنم که خب این مسئله‌ای هستش که ما میتونیم فعلا یک ذره نگاهمون به دلار ین یک ذره کلانتر باشه، یعنی منتظر نقطه پیوت باشیم، ولی مطمئن باشیم که بهمون با این صحبتایی که داره از سمت مقامات بیوجی میاد احتمالاً نوسانات منطقی تری به نسبت مداخله های قبلی باشه و چیزی از دست نمیدیم. حتی اگر مداخله اتفاق بیفته یا عرض کنم تغییر سیاستی اتفاق بیفته، این موجی که قرار هست تشکیل بشه قطعا یک روندی هست که ما حالا نیازی نیست توی لگ اولش وارد بشیم، میتونیم تو اصلاح‌های بعدی تو نقاط بهینه دلار ین علل خصوص میتونیم که وارد بشیم. پس فعلا برای بحث ین ما سیاست‌های پولی و تغییرش رو نمیبینیم، ولی میتونم بگم که ین تو نقاط ارزنده‌ای هست برای ورود و طبق همیشه من پیشنهادی که دارم اینه که تو بازارهای مشخص میتونید ین رو تقاضا کنید ولی با حجم کم و سعی کنید این فاصله یا همون DCA که قراره که تو هر ویدیو دارم راجع بهش صحبت میکنم داشته باشید برای اینکه یه وقت استاپ هانتری نشید، ازتون الکی این معاملاتی که دارین و سرمایه گذاریایی که دارین توی ین میکنید باعث نشه که با یه حرکت بازار با یک داده ای شما خارج بشین و این حرکت و این روند تو آینده شکل بگیره. خب اون سورپرایزی که میخواستم راجعش صحبت بکنم و گفتم که وسط ویدیو باشه برای دوستانی که خب همراه میشن و ویدیو رو تا وسطاش میبینن. میخوایم چیکار بکنیم؟ خب قطعا از توی اینستاگرام و سوشال ما متوجه شدین که کافه هج بالاخره افتتاح شد و طبق صحبتی که من داشتم و برنامه‌ریزی که داشتیم توی مجموعه قرار شدش که به یه سری از دوستان و همراهانی که این ویدیو رو دارن میبینن، نظر میدن و مشتاق هستن برای بحث یادگیری دعوت کنیم به صورت رایگان تشریف بیارن 2 جلسه در کافه هج ما حضور پیدا کنن که هم آقای رمزلی هستن تو اون 2 جلسه و هم خود من
با هم دیگه مشکلات معامله گری، لایف ترید رو با هم دیگه انجام میدیم و کار میکنیم، مدیریت سرمایه کار میکنیم. اینکه چطوری بیایم از این داده ها و به هر حال اطلاعات استفاده کنیم در راستای معامله گری و ترید کردن رو توی اون جلسات با هم دیگه صحبت میکنیم. فقط کاری که لازمه، قطعا خب دوستان خیلی زیادی هستن که لطف دارن به من و این ویدیوها رو نگاه میکنن، مخاطب ما هستن، ما مجبوریم به خاطر بحث ظرفیت قرعه کشی انجام بدیم و خواهشی که دارم اینه که دوستان یک پرس لاینی قرار میدن پایین این ویدیو و شما محبت کنید این پرس لاین رو پر کنید و بین دوستان ما انتخاب میکنیم. حالا برای این 2 جلسه‌ای که میخوان عزیزان تشریف بیارن در خدمتشون باشیم، قدم روی چشم ما میذارن و میبینیم همدیگر رو. پس یک پرس لاینی قرار میدیم، توش یه سری اطلاعات از شما میگیریم و بعد از قرعه کشی باهاتون تماس میگیریم و دعوتتون میکنیم که تشریف بیارین توی هج کافه و اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. خب بریم سراغ یورو، ببینیم برای یورو چه اتفاقاتی افتاد. همچنان تورم به شدت بالا و عرض کنم داده هایی که داره میاد هم به شدت ضعیف و میشه گفت اصلا شرایط خوبی نداره. ما توی 1 ماه گذشته وقتی داده های خرده فروشی رو داریم نگاه میکنیم از سمت آلمان، خب به هر حال یک کشور بسیار بزرگ و تاثیرگذار هست توی خود یورو، میبینیم که عملاً شرایط خوبی ندارن. پی ام آی های به شدت ضعیف، تورم به شدت بالا و این دیگه انتخاب بانک مرکزی اروپا هست که کنترل تورم رو انتخاب بکنه یا فرار از رکود. به نظر میرسه خب قطعا سیاست هایی که هست برای تمام بانک های مرکزی طبق این 1 سال 2 سال گذشته که داریم میبینیم تورم براشون اولویت بوده، یعنی مهار تورم رو اول دیدن و مهمتر دیدن و رکود توی مرحله بعد قرار گرفته. با این داده هایی که داریم میبینیم و با این شرایطی که هست احتمالاً ECB یک پله دیگه افزایش نرخ بهره تو ماه سپتامبر داشته باشه، ولی در کنار این باید ببینیم که چقدر به رکود نزدیک میشه. این افزایش نرخ بهره قطعا مقطعی میتونه یورو رو تقویت بکنه، ولی اون طرف باید ببینیم نگاه مارکت به موندگاری رکود توی اروپا هست یا نه. در خصوص بحث عرض کنم که کامودیتی هاشون و به هر حال بحث انرژی توی اروپا، نکته‌ای که هست اینه که مثل این که یعنی طبق خبرایی که من دارم میخونم وضعیت گاز 2 مرتبه یک ذره بحرانی شده توی اروپا و اونجایی که داریم نزدیک میشیم به فصل سرما میشه گفتش که این حالا میگم احتمالات وجود داره که ما دوباره اروپا رو توی بحران انرژی توی این سالی که داخلش هستیم ببینیم. از بحران قبلی که خیلی خوب خارج شدن ولی خب شرایط به مراتب بهتر بود اون موقع، پی ام هایشون خوب بود، تورمشون بالا بود، ولی خب داشتن تو مسیر کنترلش حرکت میکردن از نظر سیاست های پولیشون. ولی الان تو این مقطع به نظر با این داده های ضعیف اقتصادی و اون طرف تورم بالا یه ذره مواجهه شدن با این بحران شاید براشون سخت‌تر باشه. ولی باید ببینیم جلو، ببینیم داده ها چی جوری هست، چی جوری میخوان با این سیاست ها، با سیاست هاشون چی جوری میخوان مهار بکنن این شرایط رو و ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی فعلا پروجکشن قیمتی برای یورو و ارزش گذاری های یورو به مراتب پایین تر هست از چیزی که الان وجود داره. خب بریم سراغ دلار، ببینیم دلار چی کار کرد توی 1 ماه گذشته و چیزی که به هر حال خیلی خیلی واضح بود و ما دیدیم اینکه اقتصاد امریکا اقتصاد قویه، یعنی داده ها هر کدوم که میاد واقعا پرفکت، عالی. نشست جکسون هول عملاً با قدرت آقای پاول میاد راجبه بیشتر هاکیشتر صحبت میکنه، بیشتر انقباضی تر صحبت میکنه. چرا؟ چون خیالش از بابت اقتصادش جمعه، یعنی میگه که من مشکل ندارم مجددا نرخ بهره‌مو ببرم بالا. چرا؟ چون پی ام آی هم بالاه، رشد اقتصادی بالاه و ارنینگ ها رو وقتی ما میبینیم، فصل ارنینگ ها بود، میبینیم که واقعا پرفکت عمل کردن. و چیزی که حالا تو قسمت سهام و شاخص راجع به بحث ارنینگ ها صحبت میکنم، ولی اینجا صرفا خود دلار رو بخوایم ببینیم، دلار تا یه حدی میشه گفت تو هفته گذشته
تقویت شد و میشه گفت توی ماه گذشته عملکرد بدی نداشت و به هر حال الان بالای محدوده 100 تقریبا 104 103 داره بازی میکنه. به نسبت بقیه ارزها دلار رو میشه گفت از منظر بحث داخلی و سیاست‌های داخلی امریکا قوی هست و هنوز از منظر ریسک میشه گفت نقدینگی واردش نشده که اگر جهان بخواد بره به سمت رکود و این رکوده ریسکش بیشتر باشه میشه گفت دلار هم در کنار طلا میتونه تقاضا بشه و اینو باید در نظر بگیریم که امریکا به هر حال عملکرد بسیار خوبی داشت و توی صحبت‌های آقای پاول هم توی جکسون هول کاملا میگم باز هم به بالا بودن و چسبنده بودن تورم اشاره کرد و همین مسئله باعث شدش که یک ذره بازارها مجدداً توی جلسات آتی فدرال رزرو نرخ بهره رو بالاتر ببینن. فعلا دلار وضعیت خوبی داره ولی میشه گفت حالا با داده بیکاری که اومد، داده اشتغالی که اومد و NFP که ما داشتیم روز جمعه، یک مقدار احساس میکنم که اون ضربه‌ای که باید رو به اشتغالشون دیدند و این میتونه مرحله اول باشه برای اینکه یک ذره فاصله بیفته و یک ذره مجددا این داده ها مانیتور بشه. ولی خب به هر حال اقتصاد امریکا واقعا عالی عمل کرد توی بعد از این بحران هایی که داشتیم توی 1-2 سال و در حال حاضر میشه گفت یکی از امن‌ترین ارزهای دنیا در کنار فرانک میتونه دلار امریکا باشه. خب بریم سراغ نفت، بازار انرژی و اتفاقاتی که افتاد. تو ویدیو قبلی هم راجعش صحبت شد. انتظار یک موج نزولی داشتم روش و توی گزارشات عرض کنم هفتگی هم تو اکوتریل نوشتیم و محدوداش رو مشخص کردیم. ولی خب یکی از مسائلی که ما میدیدیم قبل از اون که یه ذره نسبت به ورود به نفت شاید برامون ترسناک بود، بحث رکود بود. خب داده هایی که منتشر شده توی چند وقت اخیر علنا داره نشون میده که بازارها دارن رکود رو حداقل تو امریکا مخصوصا دارن میبینن برای سال شاید 2024 و تا انتهای سال 2023 فعلا شرایط جوری هست و داده ها جوری داره نشون میده که ما فاصله گرفتیم از رکود و خب این میتونه درایور بسیار مثبتی باشه برای عرض کنم که نفت. یک خبری اومد تحت این عنوان که پاکستان گفته که آقا من نفت روسیه دیگه نمیخوام. چرا؟ چون که خیلی بیکیفیته. روسیه داشت نفت خودش رو با یه تخفیف بسیار بالا نزدیک $68 نفتش رو داشت میفروخت به یه سری از کشورها و این نفت خیلی کیفیتش پایین بوده و پاکستان الان گفته آقا من میخوام استاپ کنم خرید نفت روسیه رو، من میخوام WTI بخرم، میخوام برنت بخرم و میشه گفتش که تو ادامه این مسیر چند تا درایور خیلی مهم برای نفت وجود داره. یکیش توافقات ایران آمریکاست. توی یک ماه گذشته ایران تونست نفت خوب بفروشه و میشه گفت اگر حالا به صورت عرض کنم که توافقی صورت بگیره بین ایران و آمریکا نسبت به عرضه نفت ایران توی بازار جهانی، میتونیم ما در نظر بگیریم که قیمت نفت یه لگ سعودی خوب یک لگ نزولی خوب تشکیل بده. ولی از طرفی میشه گفت همچنان اوپک خیلی جدی سر مواضع خودش مونده نسبت به عرضه کمتر، تولید کمتر و میشه گفتش که یکی از دلایلی که ما قیمت نفت رو توی محدوده میبینیم دلیلش همینه که اوپک خیلی نسبت به این مسئله و کسری نفتی که به صورت مازاد وجود داره توی ماه و نسبت به اینا خیلی مقاوم وایساده. ولی تو همیشه توی این جنگ توی بیشتر اوقات امریکا برنده بوده. امریکا نفت ارزونتر میخواد و میشه گفتش که عرضه نفت یعنی این توافق ایران و آمریکا میتونه تا حدی هم قطعا به نفع ایران باشه و به حد خیلی زیادی هم میتونه به نفع امریکا باشه، چون میتونه باعث بشه که نفت قیمتش پایین تر بیاد به خاطر عرضه ایران. البته بهتون بگم که ایران خیلی قدرتی نداره از این لحاظ. به هر حال زیرساختای تولید نفت برای ایران خیلی قدیمی و فرسوده هست و در مقایسه با یک کشوری مثل عربستان عملا این فاصله خیلی زیاده و این تاثیرگذاریه هم به نسبت همین قدرته و عدم توازن قدرته میتونه متفاوت باشه. اینو در نظر بگیرید که یک طرف عملا عربستان و یک طرف هم
برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم ایران و امریکا قرار داره. خب بریم سراغ پوند، ببینیم پوند چه اتفاقاتی افتاد. ببینید پوند تو ویدیو قبلی هم گفتم یکی از بدترین عملکردها رو داشته تو میشه گفت 1 سال گذشته، تورم به شدت بالا و تو ویدیو قبلی هم راجبش صحبت کردیم که پوند میتونه تضعیف بشه، ولی عملکرد پوند تو 1 ماه گذشته بد نبود، جزو ارزهای خوب قلمداد شد و دلیلش هم میشه گفت یک داده اشتغالی بودش که خیلی خوب اومد برای انگلستان و همین مسئله منجر به این شدش که بازارها یک ذره نگاه بکنن به این که عرض کنم نرخ ترمینال بانک مرکزی انگلستان و نرخ بهرهشون تا انتهای سال 2023 برسه روی عدد 6 و خب این عدد خیلی عدد بالایی و میتونه ضربه‌های خیلی جبران ناپذیر رو به اقتصادشون بزنه. ولی خب تو پارت قبلی هم گفتم نگاه بانک‌های مرکزی بیشتر به سمت عرض کنم که کنترل تورم هست تا بحث رکود و میشه گفت الان اولویت برای بانک مرکزی انگلستان کنترل تورم هست. حالا این افزایش نرخ بهره میتونه مقطعی منجر به تقویت پوند بشه، ولی ترند اصلی رو نگاه بازار با آینده تشخیص میده و میشه گفتش که این ترند اگر قرار باشه داده های اقتصادی آتی برای پوند بد و ضعیف بیاد، مارکت نگاهش میره بیشتر سمت رکودی که خودشون علنا بهش اذعان داشتن و میشه گفت دیگه از اون مقطع میتونیم ما پوند رو ضعیف ببینیم. به هر حال من همچنان پوند رو زیر نظر دارم برای اینکه بتونم توی نقطه مناسب در مقابل ارزهای قوی آتی که حالا من پیش بینیم بیشتر بحث عرض کنم که نیوزلند و آزی و ین هستن نگاه میکنم و تو نقاط خوب قطعا این موارد رو حالا به صورت استراتژی DCA یا به صورت معاملات میان مدت شورت میکنم. خب قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو و بحث طلا و بازار سهام و شاخص ها رو صحبت بکنیم، گفتم چند تا از کامنت هایی که محبت داشتید گذاشتید رو با هم دیگه پیش ببریم و توش حالا یه صحبت هایی راجع به طلا میکنیم. یکی از دوستان کامنت گذاشتن، لطف داشتند به بنده و پرسیدن که دارن بیشتر روی مدیریت سرمایه کار میکنن و اینکه با چه بروکری کار بکنن و هدفشون کسب سود نیست. پرسیدن که به نظر شما برای شروع چه کار باید بکنم؟ برای شروع شما باید همین ویدیوها رو ببینید، کانال ها رو بخونید، باید بخونید، فقط اصلا دست به مزد نشید. و تو ادامه پرسششون گفتن که برای خرید و فروش طلا و جفت ارزها چه مدت دمو کار کنم. ببینید بحث دمو کار کردن توی بازار فارکس مخصوصا من اینو همیشه میگم و تو همه کلاس ها هم راجع به صحبت میکنم. هر چقدر این زمان دمو کار کردن شما با پول مجازی کار کردن شما بیشتر باشه، قطعا درست منفعتی براتون نداره غیر از اون یادگیری و کسب تجربه. قطعا تو ادامه مسیرتون تو حساب ریلتون خیلی کمکتون میکنه. یعنی هرچی این زمان بیشتر بشه مسیر موفقیتتون تو حسابای عملا ریل بالاتر میره. این نکته رو بگم خدمتتون که یک ذره تفاوت هست، البته یک ذره که نه خیلی تفاوت هست بین حساب دمو و ریل، ولی نه از نظر قیمت ها و نه از نظر اوردر گذاری ها، نه از نظر مدیریت سرمایه. بحث منتاله، یعنی کاملا بحث ذهنی. من تجربه اینو داشتم که یه دوستی اومد به من گفت من حساب دمو میخوام بسازم، به دید ریل ببینم و روش معامله کنم. خب همین کارو کرد، به دید ریل نگاه کرد، خیلی وسواس به خرج داد نسبت به بحث مدیریت سرمایه و حسابش هم رشد داد. ولی شما وقتی که با پول واقعی معامله میکنید قطعا منتال شما به قدری تحت تاثیر قرار میگیره که یه سری اشتباهات رایج میکنید. مثل چی؟ مثل قبل از محقق شدن حد سود و حد ضررتون پوزیشنتون میبندید. خب این غلطه کاملا. حد ضرر حد سود خودتون رو جابجا میکنید، وسط معامله شک میکنید، حجمتون رو اضافه میکنید، حجمتون رو حتی یه وقتایی کم میکنید، چون کم کردن حجم استاندارد همون قدری به نظر من خطرناکه که اضافه کردن حجم خطرناکه. و عرض کنم که این اشتباهاتی هستش که تو حساب دمو خیلی حتی اگه شما وسواس هم نگاش بکنید هیچ موقع محقق نمیشه رسیدن به این تجربیات. و
شما میتونم بگم مسیرتون اینجوریه که بعد از این مدت که این دیتا رو کامل دریافت کردید و یاد گرفتید اقتصاد کلان و معامله گری و همون مدیریت سرمایه‌ای که دارید تلاش میکنید یاد بگیرید، عبور کردید ازش، تو مرحله بعدی حساب دموه. تو حساب دمو ترید میکنید، اشتباهاتتون و استراتژیتون رو میفهمید و بعد وقتی وارد ریل شدید خیلی خیلی طبیعیه که اوایل ضرر میکنید و اینو باید در نظر بگیرید. این ضرر اولتون باید به قدری باشه، به مقداری باشه که عملا زندگیتون رو مختل نکنه و فول مارجین نباید حساب اولتون رو برید، چون که خیلی مسیر متفاوتیه تو معامله گری تو حساب ریل و تو حساب دمو. و بعد از یه مدت قشنگ اون چم و خم کار دستتون میاد، مدیریت سرمایه دستتون میاد، ژورنال دستتون میاد. فقط من برادرانه خدمتتون یک نکته رو بگم، ژورنال معاملاتی هر چقدر هم فکر کنید کار بیهوده‌ایه، میتونم بگم مهمترین عامل تو موفقیت شماست. چرا؟ چون موفقیت توی بازارهای مالی همه چیزش منتاله و نه تحلیل و نه حرفایی که من دارم اینجا بهتون میزنم و نه 1000 تا کانال خبری و نه دیلی افیکس و نه تقویم و نه صحبت‌های آقای پاول و فقط شخص شما و مدیریت ذهن شماست. و اینو در نظر بگیرید که تا وقتی به خودشناسی نرسیدید نمیتونید توی این مارکت پول در بیارید و مدیریت سرمایه یک قسمتی از خودشناسیه. این چند تا نکته رو لطفاً برادرانه از من داشته باشید. حالا ادامه کامنت هم میخونیم و سوالا رو جواب میدیم. خب یکی از دوستان کامنت گذاشتن که کاش منابع رو بگید به ما که ما خودمون تازه کارا بریم سرچ کنیم و یاد بگیریم. خب ببینید منابع که خب سایت‌های خبری هستند. تو این داده هایی که دارم عرض میکنم خدمتتون همشون از دیلی افیکس، تقویم و فوربس، بلومبرگ، وال استریت ژورنال و این سایت خبری من میخونم، منابع رو دسته‌بندی میکنم، یه بخشیش رو توی کانال تولید محتوا میکنم، یه بخشیش رو تحلیل میذارم روش، با همکارام شروع میکنیم گزارش هفتگی و این گزارشات ماهانم در ادامه همین عرض کنم که مسیر پیش میره و میخوام بگم که خیلی کار پیچیده‌ای نیست. شما کافیه چند تا سایت خبری بخونید، معتبراشو و تحلیل کنید، ببینید چه اتفاقی داره میفته، خبرگزاری ها رو بخونید، کانال های ما رو دنبال بکنید و میشه گفت ما همه چی رو پوشش میدیم و این مسیری هستش که شما باید برید. منابعی هستن که خب به هر حال من میگم دوستان تو کامنت حتما توی کپشن حتما قرار بدم براتون که به هر حال برید خودتون رو هم نگاه بکنید. خب یکی از دوستان پرسیدن که توی وبینار شرکت کردن، لول های طلا که امیر رمزلی گفته بود لول اولش رسید بالا رفت. 3 هفته پیش این کامنت رو گذاشتم، من فکر میکنم بعد از اون الان این کامنت رو دیگه نذارن دیگه، چون طلا تا 1890 هم رفت. حالا راجبش صحبت میکنم طلا رو، بذار همین الان اصلا بگم طلا رو، چون که ببینید نرخ بهره حقیقی الان هنوز توی لول های بالایی قرار داره و این خودش فشار فروشی رو ایجاد میکنه روی طلا، ولی قیمت گذاری طلا در حال حاضر بیشتر عرض کنم که خود دلار بوده تا یه حدی و میشه گفتش که یه نقطه یک موج خوبی تشکیل داده، ولی این نمیتونه فعلا ادامه دار باشه. یعنی به نظر من میشه گفتش که ما طلا رو توی چند ماه آینده شاید لول‌های پایین‌تری هم براش متصور بشیم، ولی فعلا من که خودم مثلا پیشنهادی برای فروش طلا و شورت کردن استقراضی طلا ندارم به هیچ عنوان و خود من همیشه کسی هستم که بیشتر طلا رو تقاضا میکنم تو محدودهای ارزنده. این روشی هستش که به نظرم جواب میده. طلای پایین رو بخرید، بدون ترس هم بخرید، ولی با مدیریت سرمایه درست، که این بدون ترس خریدن دقیقاً نیازمند این هستش که اندازه مناسب بخرید. ما الان از دوستانی که با ما دارن همکاری میکنن و عرض کنم میان لطف دارن به ما اعتماد دارن با هم دیگه صحبت میکنیم، یکی از دوستان خریداشون رو با حجمای مناسب دارن انجام میدن. روی 1900 عرض کنم که 80 خرید داشتن، روی 40 خرید داشتن و اون موقعی که روی 1900 هم اومد مجددا خرید کردن و وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که روی 1940 که اومد پایین تر ما همش استرس داشتم که
چه اتفاقی قرار میفته. همون موقع قبل از اینکه من پورتفولیو نگاه کنم بهش گفتم قطعا اگر استرس پوزیشن 1940 تو داری و استرس پوزیشن 1980 تو نداری، یعنی که زیاد خریدی، یعنی اینکه اندازه‌ای که باید می‌خریدی خرید نکردی، بیشتر خریدی، وگرنه شما اصلا نباید استرس چیزی داشته باشی، اونم برای استی مثل طلا که اصلا اسمش روشه طلا. و اینو در نظر بگیرید، حجم مناسب تو قیمت مناسب تو زمان مناسب، که میشه گفتش که بهترین روش همون روش DCA برای طلا هست. ولی پروجکشن قیمتی طلا میتونه از اینی که الان هست پایین‌تر باشه، میتونه حتی بیاد 1870، یعنی پله بعدی ما رو بگیره و حتی پله های پایین‌تر 1790 1830. همه این نقاطی هستن که طلا ارزندگی داره و سعی کنید توی این مناطق خورد به حجم خودتون به دید سرمایه گذاری و نه معامله گری اضافه بکنید. میتونه تو آینده براتون خیلی خیلی مثبت باشه. یکی از دوستان سوالی پرسه، سوالش قشنگه، البته من توی پارت قبلی راجع به صحبت کردم. نوشتن جسارتا مگر حفظ سیاست تسهیلی توسط بانک مرکزی نباید باعث تضعیف ین میشد، پس چرا صعود کرد؟ خب ین صعود نکرد، دلار ین صعود کرد که این یعنی خودش تضعیف ین و نه تقویت. یعنی سوالتون سوال درستیه ولی فکت اشتباهی استفاده کردید. دلار ین رفته بالا یعنی ین تضعیف شده. تو ادامه سوال کردن به نحو مشابه مگر وقتی اوضاع یورو خوب نیست به خاطر افزایش احتمال اقدامات انقباضی نباید یورو تقویت بشه، پس چرا تضعیف میشه؟ ببینید ترند کلی یورو این یک مرز باریکیه. این که مارکت داره به چی نگاه میکنه، داره به تورم و افزایش نرخ بهره‌اش نگاه میکنه یا یه پله اما جلوتره داره رکودش رو میبینه؟ اگر این شکلی بازار نگاه کنید ترند رو کاملا درک میکنید و این افزایش نرخ بهره رو صرفا یک اصلاحی در طول این مسیر ترند میبینید. خب به خاطر همین خیلی نمیتونید این مسئله رو چی میگن سالید ببینید که هر موقع این اتفاق افتاد باید این اتفاق بیفته. اصلا مارکت، این که میگن مارکت پویاست، دقیقاً به خاطر همینه که خیلی وقتا خیلی داده ها میاد مارکت یک واکنش مقطعی انجام میده و بعد باید ببینیم که بقیه کسایی که فعالن توی مارکت دارن چی جوری تحلیل میکنن، مؤسسات دارن چی جوری تحلیل میکنن. و میشه گفتش که سوال شما سوال قشنگی بود ولی جوابش رو حالا هم تو پارت قبلی و این پارت خدمتتون گفتم. خیلی خیلی ممنونم از دوستانی که کامنت میذارن، واقعا این خیلی انرژی میده. حالا چه انتقاد، چه پیشنهاد، چه سوال، خیلی خیلی کمک میکنه به مسیر ما و اینو من تو همه ویدیو گفتم. تشکر میکنم از دوستانی که کامنت میذارن. لطفاً ادامه بدید و سوالاتتون رو بپرسید، بیشتر انتقاد بکنید، چون که به هر حال پیشرفت تو مسیر کاری ما برامون خیلی خیلی مهمتر هستش. خب توی قسمت آخرم بریم راجع به سهام صحبت کنیم و اتفاقاتی که افتاد. گزارش درآمدی و ارنینگ ها فصلش بود و خیلی خوب بود و میشه گفتش که مخصوصا انویدیا عملا باعث شدش که مارکت یه حرکت خیلی خیلی خوبی داشته باشه، نقطه پیوتی برای مارکت تشکیل بشه. تو ماهای گذشته راجع به ریزش بازار سهام صحبت کردیم، مخصوصا تو گزارشات هفتگی و این حرکتی که کرد مخصوصا حالا داو جونز و میشه گفت نزدک و حتی تا حدی S&P، میشه گفت اون ترندی که به وجود اومد به خاطر بحث AI و هایپ AI یه سری قیمت گذاری های خیلی خیلی بالا برای سهام های تکنولوژی شد. این موج تشکیل شده برای مایکروسافت، برای اپل، برای یک کمپانی بزرگی مثل انویدیا و گوگل میشه گفتش که نیاز به اصلاح داشت و ما دیدیم وقتی که تک رفت سمت اصلاح عملا باعث شدش که شاخص ها هم یک اصلاح خوبی داشته باشن. این مارکت کپ و قدرت تک رو نشون میده و تو اون مقطعی که کل بازارها منفی بودن و ما دیدیم که به خاطر بحث AI سهام تک بالا میرفت، شاخص رو با خودش میبرد بالا. نگاهتون برای تحلیل شاخص های امریکا مخصوصا بیشتر روی تک باشه، روی اپل باشه، روی عرض کنم انویدیا باشه، چون وزن خیلی خیلی بالایی دارن مایکروسافت و گوگل. این موارد رو در نظر بگیرید. ولی این گزارش درآمدیایی که داشتیم تقریبا میشه گفتش که خیلی شرکت ها، حتی والمارت که گزارش درآمدی بسیار عالی رو داد و اینا همه باعث شدش که ما یک نقطه پیوتی رو ببینیم برای بازار
سهام و شاخص ها و رشد خوبی کردن. فکر میکنم این مسیر فعلا با توجه به قیمت گذاری دلار و عرض کنم که حالا خود شاخص و حرکتی که شروع کردن فعلا ادامه دار باشه ولی تو گزارش هفتگی اگر قرار بر اصلاح و عرض کنم که ریزشی باشه حتما خدمتتون اطلاع میدم. فقط تو پارت آخر قسمت سهام یک نکته اشاره کنم بهتون، اونم این که گزارش درآمدی انویدیا باعث شد که توی یک ریزش شدید شاخص حتی اروپایی ها و حتی عرض کنم آسیایی ها خیلی از این شاخص ها رو سکتور تکنولوژیشون مثبت بشه به خاطر اینکه نگاهی که کردن و پروژکشن قیمتی که مخصوصا برای خود سهام انویدیا دارن تقریبا 3 برابر چیزی هستش که الان هست. یعنی الان فکر میکنم قیمت سهامش یه چیزی هولوش $330 باشه، ولی طبق گزارشایی که من دارم میخونم، تحلیلایی که دارم میخونم، ارزش گذاری انویدیا رو برای انتهای سال 2024 تا نزدیک $1000 برای هر یک برگ سهام انویدیا میبینن و اینو در نظر بگیرید که البته این اصلا پیشنهاد خرید یا فروش نیست، اصلا پیشنهاد سرمایه گذاری نیست، ولی خب این که به هر حال انویدیا داره یک تبدیل میشه به یکی از بزرگترین و همین الان هم تا حدی شده کمپانی های دنیا، اینو در نظر بگیرید که تو شاخص به تنهایی خودش با یک حرکت مثبت و یک گزارش درآمدی خوب تاثیر بسیار بسیار مثبتی گذاشت. خب توی بخش پایانی بریم یه جمع‌بندی با هم داشته باشیم و عرض کنم که یه خبری بهتون بدم، اینکه تو هفته آینده یا هفته بعدش انشالله یک ویدیویی براتون آماده میکنیم با یکی از همکارانم راجع به بحث اورگراند و اتفاقاتی که افتاد تو چین و چه تأثیراتی میتونه روی مارکت بذاره و این تایملاینش از کجا شروع شده و به کجا میتونه برسه. این ویدیو رو هم از دست ندید و ویدیو خوبی میشه احتمال زیاد، چون محتواش رو داریم آماده میکنیم و دارم میبینم که چقدر محتواش جذابه. حالا خودمونم داریم تعریف میکنیم. توی قسمت عرض کنم که دیسکریپشن، حالا من میگفتم کپشن، این همکارمون گفتن که دیسکریپشن درسته. توی قسمت دیسکریپشن عرض کنم که پرسلاین قرار میدیم، تو این پرسلاین رو پر بکنید، سوالاتش رو جواب بدید. برای بحث قرعه کشی برای کافه هج هستیم در خدمتتون و با هم دیگه حالا لایف ترید میکنیم، مدیریت سرمایه رو کار میکنیم و سوالاتتون رو جواب میدیم، با هم دیگه بررسی میکنیم چجوری از یک تحلیل میتونیم به ترید برسیم، مدیریت سرمایه و ژورنال رو با هم کار میکنیم و کلی اتفاقات خفن دیگه. پس پرسلاین هم فراموش نکنید و عرض کنم که همین. خیلی خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. ببخشید خیلی پرحرفی کردم و تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.